چطوری شغل مورد نظرم رو پیدا کنم؟ پیدا کردن شغل مورد نظر میتونه چالش برانگیز بشه، اما با برنامه‌ریزی و تلاش میتونید به هدف خودتون برسید. تو مرحله اول به مهارت‌ها، علایق و ارزش‌های خودتون فکر کنید. چه نوع شغلی با شخصیت و استعدادهای شما سازگاره؟ آیا شما تو ارتباطات قوی هستید؟ توانایی حل مسئله دارید یا مهارت‌های فنی و تخصصی؟ مهارتاتون میتونه حوزه‌های شغلی مختلفی رو برای شما فراهم کنه. به حوزه‌هایی که شما رو به خودتون جذب می‌کنن دقت کنید. آیا به کار تو زمینه هنر، فناوری، علم، آموزش یا خدمات اجتماعی علاقه دارید؟ شغلی که با علاقه شما همخونی داشته باشه میتونه رضایتمندی بیشتری رو به همراه داشته باشه. ارزش‌های شما نقش مهمی تو انتخاب شغل دارن. آیا برای شما مهمه که با دیگران همکاری کنید، خلاقیت به خرج بدید یا به دنبال یک کار پایدار و درآمدزا هستید؟ شغلی که با ارزش‌های شما سازگار باشه میتونه معنای بیشتری به زندگیتون ببخشه. شخصیت شما نیز در انتخاب شغل تأثیر گذاره. آیا شما فردی برونگرا هستید و به تعامل اجتماعی علاقه دارید یا فردی درونگرا که بیشتر به کار مستقل علاقه داره؟ این ویژگی ها میتونن به شما کمک کنن تا شغلی رو انتخاب کنید که با سبک زندگیتون سازگار باشه. زمینه تحصیلی و تجربه کاری قبلی شما نیز نقش مهمی تو انتخاب شغل داره. به مدارک و تجربیاتی که دارید توجه کنید و ببینید چه نوع شغل‌هایی با اونها همخونی داره. با توجه به این نکات میتونید شغل‌هایی رو که با مهارت‌ها، علایق و ارزش‌های شما همخونی دارن شناسایی کنید و در مورد مسیرهای شغلی مختلف تحقیق کنید. بررسی کنید که کدوم صنایع در حال رشدن و کدوم شغل‌ها تقاضای بیشتری دارن. میتونید از سایت‌های شغلیابی، گزارش‌های بازار کار و نظرات حرفه‌ای استفاده کنید. رزومه خودتون رو به طور حرفه‌ای تنظیم کنید و روی تجربیات و مهارت‌های مرتبط با شغل مورد نظر تمرکز کنید. با افرادی که تو صنعت مورد نظر شما کار میکنن تماس بگیرید. این مورد میتونه از طریق نرم افزارهای اجتماعی، رویدادهای شغلی یا نمایشگاه‌های بین‌المللی انجام بشه. شبکه‌سازی یکی از مهمترین مهارت‌ها برای موفقیت تو هر حوزه‌ایه. کنفرانس‌ها، سمینارها و ورکشاپ‌های مربوط به صنعت خودتون رو شناسایی و تو اونها شرکت کنید. کارت ویزیت داشته باشید و خودتون رو معرفی کنید. از تجربیات و نظرات دیگران بهره برداری کنید و خودتون رو به عنوان یک فرد فعال نشون بدید. به گروه‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی ملحق بشید. تو بحث‌ها شرکت کنید و نظرات خودتون رو به اشتراک بذارید. از طریق این گروه‌ها به اطلاعات و فرصت‌های شغلی دسترسی پیدا کنید. با فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در ارتباط باشید. از تجربیات اونها بهره برداری کنید و در صورت امکان از اونها راهنمایی بگیرید. با دوستان و آشنایان خودتون درباره فعالیت‌ها و پروژه‌های جدید صحبت کنید. اونا ممکنه شما رو به افراد دیگه‌ای معرفی کنن که تو صنعت شما فعالیت می‌کنن. شبکه‌سازی نیاز به زمان و تلاش مستمر داره، اما به مرور میتونه فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای مهمی رو برای شما فراهم کنه. در صورت امکان دوره‌های آموزشی یا گواهینامه‌های مرتبط با شغل مورد نظر رو بگذرونید. این کار میتونه به شما کمک کنه مهارت‌های تازه‌ای کسب کنید و تو بازار کار رقابتی‌تر بشید. وقتی دعوت به مصاحبه میشید، آمادگی خودتون رو نشون بدید. سوالات رایج رو تمرین کنید و تجارب خودتون رو به خوبی توضیح بدید. موفقیت تو مصاحبه کاری نیازمند آماده‌سازی و استراتژی مناسبه. چند نکته به شما کمک میکنه تا تو مصاحبه خودتون موفق بشید. قبل از مصاحبه درباره شرکت، تاریخچه، فرهنگ سازمانی و محصولات یا خدمات اون تحقیق کنید. این امر نشون دهنده علاقه و تعهد شماست. سوالات رایج مثل خودتو معرفی کن یا چرا میخوای تو این شرکت کار کنی رو تمرین کنید. همچنین به سوالات رفتاری که تجربیات گذشته شما رو مورد بررسی قرار میده آمادگی داشته باشید. به مواردی از تجربیات کاری، تحصیلی یا داوطلبانه که نشون دهنده مهارت‌ها و توانمندی‌های شما هستن فکر کنید و اونا رو با داستان‌های مرتبط بیان کنید. با توجه به فرهنگ شرکت لباس مناسب بپوشید. ظاهر شما میتونه تأثیر زیادی بر اولین برداشت داشته باشه. با اعتماد به نفس صحبت کنید. از زبان بدن مثبت استفاده کنید. به چشمان مصاحبه کننده نگاه کنید و با احترام و ادب پاسخ بدید. تو پایان مصاحبه معمولا از شما میپرسن که آیا سوالی دارید؟ سوالاتی درباره فرهنگ شرکت، برنامه‌های آینده یا انتظارات از موقعیت شغلی میتونه نشون دهنده علاقه شما به شغل باشه. بعد از مصاحبه یه یادداشت تشکر برای مصاحبه کننده ارسال کنید. این کار میتونه تاثیر مثبتی بر روی آنها بذاره و به شما کمک میکنه که تو ذهنشون باقی بمونید.
با رعایت این نکات و تمرین مداوم میتونید شانس موفقیت خودتون رو تو مصاحبه‌های کاری افزایش بدید. برای موفقیت در این مسیر صبوری و پافشاری خیلی مهمه. با مرور زمان شما به شغل مورد نظر دست پیدا می‌کنید. برای یادگیری بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید.